به نام الله بخشاینده مهربان. امروزها برادر را پند می گوید، اما برادر دیگری که گوش می کند می گوید تو خودت کی بودی که امروز مرا نصیحت می کنی؟ شرابخور نبودی؟ زیناکار نبودی؟ فریبگر نبودی؟ یا الله ببخش ما را و این گونه برادران ما را. توبه ما را بپذیر. فرزند آدم اگر می دانست که اول خودت را اصلاح کن سخنهای ابلیس است، شاید دیگر تکرار نمی کرد. شیخ ابن قیم می گوید شیطان به این واسطه توانست چندین خداترسان را از راه زند. یعنی شخصی با ایمان وقتی کار خطا یا حرام را می دید خود به خود می گفت من نه، بلکه همان نفری که به ایمان است و خدا ترس است می تواند امر به معروف و نهی از منکر کند. به معنی دیگر این بد است از بدی دست کش و این خوب است از این پیروی کن. لیکن بعضی ها می گویند من به آنقدر به ایمان نیستم که به دیگران مصلحت دهم. این عمل کلاً نادرست. هر یک کس باید امر معروف نماید و نهی از منکر یعنی پیش راه بد را گیرد، حتی هرچند که خود رفتاری گناهکارانه می کند. کتاب تلبیس ابلیس صفحه 188. ابن مسعود نقل می کند رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند در حقیقت بدترین سخن آدم در نزد الله چنین است اگر به او گویند فلانی از الله بترس و در جواب گوید به خودت اول نگر. حدیث صحیح بیهقی صحیحیت آن را شیخ البانی تصدیق کرده است. الله تعالی هر یک ما را به راه راست هدایت نما. خود و اطرافیانتان را حفظ کنید.